ببین الله چی میگه: و آنان زنان به احکامی که الله نازل کرده حکم نمی کنن کافر هستن. ببین الله برای شما زنا چی نازل کرده؟ حجاب. داخل افغانستان هستی، حجاب سرت فرض الله است، فرض است که تو حجاب کنی از بالا تا پایین همه رو. نه ای که شما زنا برید لباس قوم لوط رو بگیرید بپوشید، مردای لواطتگار که او لباسایی که میپوشن شما اون مانتوها رو بگیرید بپوشید و بگید این حجاب است، بعدم بیای مخالفتم بکنی بر ملاروش، کافر میشی. وقتی که حکم الله رو تغییر میدی، توی زن باشی، مرد باشی، ملا باشی، هر کسی باشی، کافر میشی، از دین در میای. فهمیدی؟ شما ببینید شما کافر هستید، شما کافر هستید. شما که میگید حجاب اجباری، شما چی هستید؟ شما کافر هستید، ایمان به الله ندارید، فرض و قبول ندارید.